دنبال تایید همکارت نباش. ببین دوست عزیز، از 10 سال گذشته تا الان من با مجموعه های خیلی زیادی کار کردم، با بیش از 50 تیم و شرکت مختلف و بیش از 200 نفر از فرهنگ های مختلف، از افراد هموطنانمون توی ایران، از بچه‌هایی که در خارج از ایران هستن، در امارات، انگلیس، استرالیا و کشورهای مختلف. یه نکته‌ای رو داخل مدیریت تیم‌ها و فرهنگ سازمانی‌ها دیدم، اینکه بعضی از تیم‌ها خیلی تملق و چاپلوسی همدیگه رو می‌کنن. وای چقدر این طرحی که زدی قشنگه، وای چقدر این ایده‌ای که گفتی فوق‌العاده است، چقدر خوبیم ما. برخی از تیم‌ها هستن که برعکس مدام دارن با هم جدل میکنن، دارن همدیگر رو نقد میکنن، دارن با هم مثلا دعوا میکنن، یه سری اوقات صدای خیلی بلند بشنوی از داخل اتاق. من عقده‌ایم کثافت وایسا آشغال، حیف احساسی که من به تو داشتم. یه نکته خیلی جالب تجربه زیسته من نشون میده که احتمال موفقیت تیم‌های دوم که همدیگر رو نقد میکنن خیلی بیشتره. من اینو به وضوح تا حالا دیدم. یه مقاله جالب بود، داشتم میخوندم توی هاروارد بیزنس ریویو. اسم مقاله رو بهتون میگم که بتونید سرچ بکنید. How management teams can have a good fight. معنی میکنن فواید اختلاف در تیم‌های مدیریت. توی این مقاله توضیح میده که چطور اگر شما اختلافات شخصی رو بذارید کنار و به دنبال این باشید که نقد بگیرید روی کارتون از همکارانتون و خودتون هم همکارانتون رو نقد بکنید، مخصوصا در شرایطی که تیم تحت فشاره، بسیار کمک میکنه که تیم رشد چندین برابری رو تجربه بکنه. پس